سلام دوستان، امیده که جور و صحتمند باشین، روزهای ایده به خوبی سپری کرده باشین. یک یادی از چند سال پیشم بکنم که بعد از تقریبا 4 سال رفته بودم دایکندی. اونجا رفته بودم، مادرم خمیر کرد. بعد من گفتم امروز من میخوایم نان کنم دیگه. اینم از نان کردنم که نان کردم، واقعا یادم که نداشتم ولی بازم نان کردم دیگه. خیلی بعضی دوستا گفتم زیاد آب زدیم، بچم کنده میشه نمیشه دیگه، ولی کنده شد آخرش دیگه. الانم در دیار مهاجرت دیگه. زندگی همچین چیز است که میگذره.